که شما اینجا روم زدید. 10 نفر از من درخواست کردم به عنوان نماینده یک سری آدم خوش آمد بزرگ جوان اومدم اینجا، شما یه سلام به من نمی‌کنید. بعدم من اومدم سلام میکنم منو میندازید پایین، بعدش هم یارو میگه چقدر این بیادب. آقای جهرومی من به وزرا من به وزیرم که اومد سلام نکردم، من وزیرم اومد من به سلام نکردم. بفرمایید. شما که اومدید من گفتم شما اول بیاید جای من صحبت کنید. وزیر اومده شما موظفی بهش سلام کنی. احترامی که به وزیر میذارن با احترامی که به بنا میذارن داشت فرق داره. ببینید ما اصلا بذارید من بحثمو من حرفمو با این شروع میکنم که احترام و ادب فقط فحش نیست، فقط نوع گفتار نیست. نوع گفتار قدیمی‌ها یه جور دیگه بوده، مثل الان که بنده 1 ساعت تو این رومم شما دارید یه جوری حرف میزنید که مثلا متوجه نمیشم چی دارید میگید. خب ادبیات شما با ادبیات جوان‌های امروز فرق میکنه. دلیل نمیشه شما نوع ادبیات اسمشو بی‌ادبی بذاری. خب ادبیات ما همینی که هست. یا شما ما رو به عنوان یک جامعه بزرگ جوان‌های ایرانی قبول دارید و میخواین حرفامون رو بشنوید، یا قبول ندارید. هر جا ما میایم میخوایم بگید این بیادب ما رو بندازید پایین خفه کنید. نمونهش همین الان که شما با ورود من بیادبی رو به من آغاز کردید، منو انداختید پایین، بعدم اومدید گفتید اینجا امیر تتلو بیادبه. درسته یا نه؟ امیر جان من عذرخواهی میکنم از سمت دوستان، حرفت درسته عزیز. خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که بنده هم مثل شما وقت ندارم، بنده هم 1000 جور بدبختی دارم. ازم 1000 نفر درخواست کردن اومدم اینجا، وقت گرانبهامو گذاشتم در خدمت هموطنام. 4 تا آدمه که خودشون و مردم فکر میکنن بزرگن، به خاطر اینکه ریشه یابی کنیم به عنوان یک جوونی که بیشترین ظلم بهش شده و الان خارج از کشورش داره تو غربت بدون پاسپورت زندگی میکنه. شما از هر 10 کلمه‌تون 10 تا اسم من و ریحانه رو میارید. بعد چطور تا من میام اینجا با من یه سلام علیک نمی‌کنید؟ چطور تا من میام بالا به من یه آدمی که اصلا معلوم نیست کیه به من میگه خفه شو برو گم شو پایین، منو میندازه پایین؟ این چه ادبیه؟ این چه احترامیه؟ این چه بزرگیه؟ امیر جان ما مخلص شماییم، ارادت ویژه داریم. اون دوستمون هم یکم خسته بوده، ببخشید. شما آقای اردوان نخیر. آقای تتلو بفرمایید 1 دقیقه 30 ثانیه. آره عرضم به حضورتون که حالا فارغ از همه این بحثا من اومدم اینجا که از زمان خودم استفاده کنم برای 4 تا آدم یه حرفی بزنیم، 4 تا مسئله رو درستش کنیم و 4 تا هموطن، 4 تا جوون ایرانی بفهمن که چه بلایی داره سر ماها میاد، سر هممون. من به عنوان یه هنرمند، من به عنوان یه بی‌تربیت، من به عنوان یه معتاد، هر چیزی که شما اسمشو میذاری، آقای آقامیری به عنوان یک حالا هر کسی به عنوان هر چیزی اومدیم اینجا نظراتمون رو بذاریم و یه به قولی یه کاری انجام بدیم که بتونیم توی مملکتمون زندگی کنیم، یه زندگی ساده. ببینید من اینم متوجهم که الان چون دم انتخابات این فضا الان باز شده، پس فضا باز شده، لااقل یه 4 سال یه بار دم انتخابات نوبت حرف زدن ما میشه. 3 دقیقه نکنید واسه ما، قشنگ گوش بدید اینجا بشینید صحبت کنید. من آدمی هم که 10 نفر 1000 نفر آرزوشونه بیان اینجا 1 دقیقه صدای منو بشنون، بعد شما به من میگی 3 دقیقه بیشتر وقت نری. این دومین بی‌احترامی. آقای تتلو احترام به قوانین گروه اشکال نداره. اردلان 1 دقیقه صبور گوش کن. با اون همه دبدبه کبکبش، با اون همه جوونا میشناسنش، اومد به من اینجوری کرد گفت آقا من حرف نمیزنم امیر تتلو حرف بزنه. بعد شما میگی 3 دقیقه. بنده 15 سال خفه شدم، حالا اومدم توی روم 4 نفری هم دارم حرف میزنم میگی 3 دقیقه. قوانین من شاشیدم تو قوانین. کدوم قوانین چیه داداش؟ کدوم قانون رو ما رعایت میکنیم که الان بیایم یه قانون یه کلاب هاوس مسخره رو رعایت کنیم؟ حرف منو گوش کن داداش. پدر ما، امثال ما، جوانای ایرانی در اومده سر 4 تا مسئله ساده، سر تخلیه شدن ساده، این که خانم ریحانه پارسا چی میپوشه، چی دوست داره بپوشه، اصلا به کسی چه ربطی داره؟ شما اومدی اینجا بگرد ریشه یابی کن، بگرد ببین واسه چی لخ شده یارو، بگرد ببین واسه چی سایت شرط بندی زده یارو، بگرد ببین واسه چی داره فوش میده یارو. این که فقط بگی فوش میده بیادبه خفش کنی که فایده نداره دوستان عزیز.
وقتی که یه تیکه مدفوع، وقتی که یه تیکه گندیده رو یه جا ما نادیده میگیریم و بخوایم خفش کنیم، این یهو گوش کل اتاقو برمی‌داره. همین اتفاقی که برای کشور ما، برای ایران ما افتاده. ما باید ببینیم اون کسی که بیادبه، اون کسی که کشف حجاب کرده از چی خشمگین شده، چه چیزی انقدر بهش فشار آورده. یه دختر جوون چه چیزی انقدر بهش فشار اومده که گفته آقا من پدرم، مادرم، اعتقاداتم، کشورم، همه کسم به درک، لخت منو بیان ببینین. این خجالت داره. این نباید شما بیان اون دختر رو اصلا اینجا انتقاد کنید. شما باید بیان دست و پای اون دختر رو ماچ کنید، بگید ما غلط کردیم، ما گوه خوردیم که این اتفاق افتاد. تو انقدر بهت فشار اومد که انقدر رو اعتقادات همه کس تو گذاشتی، نه اینکه بیا اینجا یارو رو سوژش کنی. یه ذره معرفت هم چیز خوبیه. شما بزرگید، مسلمونید، خایه دارید. دختری که اومده تو کشور غریب لخ شده برای اینکه ببیننش، برای اینکه دلار 4000 تومانی بخره، شما بی خود میکنید اصلا میای این دختر رو انتقاد میکنید و اینو مجرم میشمارید. چون گشاد پولشو بده کنار تن فروشی کنه. آقای تتلو، اگه من یه سوال ازت بپرسم. اردلان زشت دیگه، یه ذره به خودتون بیان برادر من. یه کسی که فوش میده، یه کسی که لخ میشه، حتما کافر نی، حتما مادر جنده نی که لخ شده. آقای تتلو جز رئیس سقوفه نیستن که داری اینجوری صحبت میکنی. خودش هم رفت پایین، کسی هم انداختش پایین. نگه این اردلان انداختش پایین. این که نشد اوضاع که هر کی بالا بی احترامی میکنه، دوستان میگم ما میریم هر کی این که نشد اوضاع. آقای ارزم بزرگ شما که مهدی، شما این نکته‌ای داشتین بفرمایید. میشه من صحبت کنم؟ بفرمایید آقا میری. ما توی روستامون، شما اگه بری عادی صحبت کردن قدیمیامون رو ببینی، احساس میکنی که اینا آدمای بیادبیان، چون کلماتی رو به کار میبرن که الان تو فرهنگ الان ظاهری ما قبیحه، اما اونجا تو ادبیات اونا، تو فرهنگ اونا معنای قبیح نمیده. من میخوام بگم یه فرصتی شده یه آدمایی که اصلا باور نکردنی کنار هم قرار گرفتن دارن حرف میزنن. یه ذره صبور باشیم نسبت به استخدام کلمات آدم‌ها. من خواهش میکنم آقا اجازه بدین آقای آقامیری حرفش رو تموم بکنه، بعد شما طبق نوبتی که هست صحبت کنید. آره من میخوام بگم والا قرآن خدا کفر نمیشه. حالا یه کسی یه کلماتی به کار میبره، شاید ما اونا رو تو کلاممون به کار نبریم، اصل مطلبه رو بگیریم. من میخوام به شما بگم گفتگو کردن، حالا یه چیزی نتیجه بگیرم از همین اتفاقی که تو این گروه افتاده. آقا جون، گفتگو کردن تو کشور ما هزینهش متاسفانه خیلی بالاست. انقدر بالاست که تو 2-3 روز اخیر من نمیدونم چند هزار فوش خار مادر به من دادن. کسایی که الان 2 کلمه فوش تو این گروه شده حالشون بد شده. پس چجوری اون فوشا رو واسه من میفرستن دوستانی که مثلا مذهبی هن، دوستانی که مثلا من میرم تو صفحه‌شون میبینم عکس حرم امام حسین و عکس هیئت و ایناست. پس چجوری اون فوش خار مادر رو واسه من میفرستن که الان 2 فوش اینجا میشنون حالشون بد میشه، بعدم آقای علیه گروه میزنن. کلامتون ببینید کاری که با تتلو کردن، با همه انتقادات که وجود داره با تتلو، ببینید بازپرس ایشون آقای قاسم زاده چه بلایی سرش آورد. یعنی انقدر این ظلم وحشتناکیه که یه خواننده‌ای که هر کاری کرده که تو این کشور بخونه، در واقع دستشو جلوی هر کس و ناکسی دراز کرده که فقط بخونه، بعد اون قاضی بی‌ادب آقای قاسم زاده که با ما هم برخورد ناشایست داشت، با 1000 نفر از اهالی رسانه هم همه داشت. شما ببینید چی کار کرد باهاش. فوش به میدونم. حالا آقا مصطفی من یه چیزی عرض میکنم. اینجا یه موضوعی خب طبیعیه این نه اشکال نداره. اشکال نداره. حالا اون من یه چیز دیگه میگم. من نمیخوام بگم من آدم بدا معلم ما نیستن. اون به ما هم توهین شده، ما هم بردن دادگاه، تو خونه زندگی ما هم ریختن، همه اینا را برای هممون اتفاق افتاده. من چیز دیگه میگم.
میگم الان یه فرصتی شده گفتگو کنیم، یه ذره با 300 رو صبوری باشه، حرفا رو بشنویم. تو موضوع گروه من دوست دارم حرفای آقای تتلو رو بشنوم راجع به اینکه آیا تو فضای مجازی حرف بزنم منو میندازید بیرون. به قرآن زشته، به پیر به پیغمبر زشته، به هر چی میپرستید زشته. من دارم 4 تا حرف حق میزنم، چرا تحمل حقیقت رو ندارید؟ آقای تتلو میشه فوش ندی لطفاً؟ چرا به خاطر 4 کلمه چرا به خاطر 4 کلمه تو اصل حقیقت رو زیر سوال میبرید؟ درست. امیر جان من یه سوال همینو من شما نبودید، من همینو توضیح دادم آقای تتلو. الان موضوع اینجا اینه که آیا تو فضای مجازی هر چیزی رو میشه بازنش کرد یا نه. راجع به این اگه صحبت بکنید از منظر خودت من ممنون میشم. من وایسادم حرفا شما رو توی این موضوع بشنوم. من اصلا کاری به موضوع ندارم برادر من اومدم اینجا یه حرف خیلی مهمتر از موضوع دارم. گوش میکنیم، بفرمایید. من گوش حرف من اینه که من مثال میزنم ایشونو، چون خودتون مثال زدین، چون ایشون دیگه خاناخا قربانی شده، تموم شده، رفته. همین خانم ریحان پارسا، خب همین خانم ریحان پارسا میخوام ببینم که ایشون اومده لخ شده، هرچی فوش داده، هرچی. من سعی میکنم ادبیاتم جوری باشه که به آقایون بر نخوره. لطفا منو نندازید پایین، حرفمو گوش بدید، مهمه. من میخوام بگم این خانوم لخ شده. این که ما بیایم بگیم این خانوم البله جیمبله لخ شده بگیرید اعدامش کنید که نشد حرف. که من دارم میگم ما اگر انسانیم، ما اگر بزرگتریم، ما باید بیایم ببینیم به یک دختری به این سن چی گذشته که این حاضر شده از خودش، تنش، اعتقاداتش، پدرش، با مادرش، فامیلش، تمام مردمش دل بکنه، عکس لختش هم بذاره، در واقع خودش انگار یه آدمی بیاد بنزین بریزه رو خودش جلوی همه مردم یه فندک بزنه. درست میگم یا نه؟ درست میگم اینجا. من یه سوال میتونم ازت بپرسم؟ بفرمایید. امیر تتلو، تو خواننده طیف گسترده ای از جوانها هستی و هیچ کس نمیتونه منکر این بشه. قبل از اینکه وارد گروه شی عده‌ای میگفتن که خواستهای این جوانها به خصوص بچهای دهه 70 و دهه 80 خواست همه نیست. من می‌خواستم از امیر تتلو بپرسم خواسته بچهای دهه 70 و دهه 80 چیه؟ چه اتفاقی براشون میفته که به اینجاشون میرسه و میبرن؟ من الان اگر شما اجازه بدید من صحبتامو تموم کنم، تمام این سوالات شما توی تمام صحبت‌های من هست. بگو عزیز، ادامه بده. من میخوام من اومدم این قضیه رو از ریشه برای شما باز کنم، نه به عنوان اون آدمی که شما میشناسید یا عنوان آدم بی تربیت، بی شعور، طرد شده، نه، به عنوان یه شاعر، به عنوان یه آهنگساز، به عنوان یه آدم باهوش، به عنوان یک نگرانی که نشسته آسیب شناسی کرده، اومدم اینجا همه چیزو برای شما یک بار از دیدگاه خودم باز کنم. شاید من دیوانه راست میگفتم، ولی شما اگه اجازه به من بدید. بگو امیر جان، خواهش میکنم، ممنونم ازت. آقای محسن یه سوالو میشه اضافه بکنن آقای تتلو جواب بدن اونم؟ بفرمایید. آقای تتلو به نظر شما کلا ممکن هست آیا که یک نفر بدون اینکه همه رو مقصر بکنه عمل خطایی انجام بده و خودش هم گردن بگیره و خودش هم مقصر اصلی باشه؟ کلا چنین چیزی رو شما متصور هستین یا نه؟ ببخشید من اصلا ادبیات شما رو متوجه امیر منظور منم. امیر جان منظورتون منم. میشه همونجوری که با هم حرف میزنیم ببین میگم اصلا به نظر شما آیا ممکنه اجازه بدین بذار آقای تتلو حرفش تموم بکنه. متوجه شدم. الان من جای آقای دستار بودم میرفتم پایین، منو مینداختید پایین. اگر من جای آقای دستار بودم طبق روال آقای چاهر آقای دستار همش هست. آقای تتلو بفرمایید. آقای چاهر ساعت 3:30 صبحه. آقای تتلو بفرمایید. عرضم به حضورتون که این که ما برگردیم بگیم که این خانوم بدکارن، خرابن، دیوانن، بس هزار برچسبی که آدم‌های کوته فکر و آدم‌های خیلی ببخشید بیشعور این حرفا رو میزنن،
بیایم راجع به یک دختری که انقدری به تنگنا رسیده از دست خانوادش، از دست مسئولین، از دست هر کسی که دور اطرافش بوده که اومده رو بنزین رو خودش ریخته آتیش زده، اینو نبینیم بیایم همه رو مقصر بکنیم دختره، بگیم آقا یا دیوونه بوده یا معتاد بوده. اوکی این دیوونه بوده معتاد بوده، صدف طاهریان چی؟ اونم دیوونه بوده معتاد بوده، باشه. گوگوش چی؟ گوگوش که آقا یه زمان هنرمند بزرگ همه مردم بود که چرا همه زنای ما دیوونه و معتاد میشن؟ پس خب ما باید بگردیم دنبال چرا، این که برگردیم بگیم این خرابه، این معتاده، این مجرمه، اینو اعدام کنیم. ببینید دوستان، طبیعت بازی که نفهمی رو تکرار میکنه. الان شما خانم ریحان پارسا رو بکنید قربانی، خفش کنید، بخواید قضیه رو بپیچونید، پس فردا یه خانم دیگه میاد. مگه همین الان کم داریم مثل ریحان پارسا، دنیا جهانبخت، ندا یاسی، این اون 1000 تا داریم و شما هی رو اینا یه برچسب بدکاره میزنید، میخواین بازی رو خفه کنید تموم شه بره. من الان اومدم به شما میخوام راهکار رو بدم که دیگه اینا متولد نشن که ما بخوایم بکشیمشون. برای چی؟ باید یک جوون، یک خانوم هنرمند، یک کسی که انقدی حرارت داره که دوست داره از 24 ساعت زندگیش 12 ساعتش رو سرگرم باشه. خب یه همچین خانومی وقتی میره یه جا سرگرمی کنه، میبینه همه دارن هیزی میکنن بهش، همه میخوان یه چیز دیگه ازش میخوان، همه میان گیر میدن به حجابش. آقا اصلا بحث من اینه که شما مگه مسلمون نیستی؟ چطور فهمیدی توی گشت ارشاد، توی سینما، چطور فهمیدی این خانوم بی حجابه؟ واسه چی نگاه مستقیم کردی بهش؟ من تا حالا به زن رفیقم نگاه مستقیم نکردم، همتونم به من میگین کافر. هنوز نمیدونم زن رفیقم چه شکلیه، یه جا ببینمش نمیشناسم، هر روز صداش میشناسم. تو چجوری نگاه میکنی اینو میگی بی حجابه؟ واسه چی نگاش میکنی؟ بی غیرت اصلا ناموس مردمو، تو که مسلمونی. پس ببین هر کدوم از این بحثای من ریشه بزرگی داره که بخوام براتون حرف بزنم ساعتها باید راجع به هر شاخش صحبت کنم. منتها چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم، خودم وقت ندارم، خیلی سریع میگم. پس ما اومدیم انقدر عرصه رو برای خانوم هامون تنگ کردیم، از اون ور برای آقایونمون انقدر عرصه رو تنگ کردیم که اینا به هر زنی به چشم وسیله نگاه میکنن. هر کاری رو میخوان راه بندازن از زنه یه چیزی میخوان، هر کاری میخوان بکنن یه هیزی میکنن. من تو آهنگ حرمسرا گفتم، میگم خوشگل نباشی اصلا کار بهت نمیدن. آقا من دروغ میگم؟ برو از جوانای دیگه بپرس. اومدیم انقدر عرصه رو برای خانوم ها تنگ کردیم، انقدر عرصه برای جوان ها تنگه، انقدر پول ندارن. خود من هنرمند مملکتم اومدم از کشورم بیرون اومدم با دلار انقدی، هیچکی به من کمک نکرده، هیچی. کنسرت های منم که جلوشو میگیرن هیچی، پلیس بین الملل هم که رو من گذاشتن هیچی. خب من دیوس از کجا بیارم بخورم؟ تو منو فرستادی سمت سایت شرط بندی هستن داداش، من کجا بیارم فتوسنتز کنم بخورم؟ همین خانم ریحان پارسا که رفته تو سینما، هر جا رفته بهش هیزی کردن، هر جا رفته کارشو مجوز بهش ندادن، الان از کشور خودش اومده بیرون راحت شه، اینجا هم ولش نمی‌کنن. خب باید بره از کجا بیاره پول در بیاره؟ باید بیاد 4 تا عکس لخ بذاره، 4 تا همون ملت حشری که شما با محدودیتاتون درست کردین بیان ایشون رو فالو کنن که ایشون از طریق سایت شرط بندی تبلیغات امرار معاش کنه. ببین منو توی دلار 5000 تومان، 20000 تومان، 30000 تومان، توی فشار، توی جامعه ای که نون نداره یارو بخوره، تو حق نداری به یارو بگی چرا لخ شدی، چرا تن فروشی کردی. یارو شاید باباش سرطان داشته، لنگ دارو بوده، تن فروشی کرده. بحث من اینه، مردم رو گناهکار نکنید. اول شما بیاین وضعیت رو ببینید، چرا توپو میندازی تو زمین مردم؟ بیا ببین چرا تنگنا اینقدر زیاده، بیا ببین چرا فقر اینقدر زیاده، بیا ببین عرصه چرا اینقدر تنگه برای خانوما، بیا ببین جوونا چرا اینقدر بدبختن، چرا اینقدر تخلیه نمیشن، چرا اینقدر تو مسائل سکسی ضعیفن.
این راه ها رو براشون یه ذره باز کن، بعد بیا بگو آقا چرا. خب بیا یه 4 تا جای منبع درآمد تو همین استانبول برای جوانایی که فرار کردن از اون جهنم بذار که هر کی اومد اینجا امیر من ببخشید نره تو سایت شرط بندی. امیر من یه چیزی اجازه دارم بگم. نه خانم پارسا پینگ پونگیش نکن. ممنون. آقای تتلو هم شما وقتتون دیگه تموم شده. اگه دوستان دیگه هم صحبت کنن برای شما صحبت کنین. نظر دوستانم جویاش این دیگه. کارشم بگم و برم چون من کار دارم. نه دیگه نه رو دیگه گوش کن، حرفای مردم هم گوش کن دیگه. بفرمایید هستی جان. داداش من دارم بهت میگم کار دارم میخوام برم. امیر بگو آقا من بذارین امیر چه آدم بی‌تربیت هستی تو. امیر ببین بی‌تربیت نیستم، دیکتاتورم. نه ولی دیکتاتور بی‌تربیت. امیر جان اگه شما صحبت کنی بری میشی مثل همین مسئولینی که فقط حرف میزنن میرن. گفتن یه 2 دقیقه وایسی وقت به ما بدی، 2 دقیقه وقت تو حرفای ما رو هم شما بشنوید. به خاطر این میگه صحبت من اینه که ادب و احترام جزء فرهنگ ما ایرانیاست و باید باشه و همه ما این رو میدونیم. منتها ما باید اینو بدونیم که ادب تنها گفتار نیست. خیلی از عرضم به حضورتون بی احترامی ها با بادی لنگویجه. یعنی این که ما پشتمون رو به یه نفر بکنیم یعنی بهش بی احترامی کردیم. این با این که به طرف یه فوش بدیم فرق چندانی نداره، جفتش بی احترامیه. یا این که ما بیایم مثلا یه آدم بزرگی وارد خونمون بشه به پای این بلند نشیم، اینو ما بهش بی احترامی کردیم. اگر یه خانومی دوستم نداشته حجاب رعایت کنه، ما بهش نگاه کردیم، ما به چشم بد بهش نگاه کردیم، این بزرگترین بی احترامیه. با اینکه یه لفظ رکیکی به اون خانوم بگیم هیچ فرقی نداره. صحبت من هم دقیقاً در راستای صحبت شماست. بنده هم معتقدم که احترام قضیه بسیار بزرگیه، ادب بسیار مهمه برای یک جامعه و برای ما و باید رعایت بشه. فقط بحث من اینه که ادب فقط گفتار نیست، ادب اعمال انسان هاست، ادب نگاه انسان هاست، ادب میتونه حرکت دست یک انسان باشه. حتی چرا ما فقط فکر میکنیم ادب حرف کلماته؟ نه، این که ما بیایم یک هنرمند رو نبینیم، این که ما بیایم به یک خانوم به چشم یک فاحشه نگاه کنیم، به یک خانوم هنرمند بیایم به چشم یک فاحشه نگاه کنیم، این با گفتن امیر من حرف بزنم ریحانه فاحشه هیچ فرقی نداره. بحث من اینه که ادب فقط حرف نیست. من میگم چرا بزرگترهای ما فقط فکر میکنن که ادب فقط فوشه، یعنی اون که فوش میده بیادبه، ولی اون که یه هنرمند رو 63 روز میندازه زندان که مادرش بیاد با سرم ناموس مملکت، ناموس یک هنرمند بیاد با سرم تو دادگاه بزنن تو گوشش، با مشت بزنه تو چش یکی بره ازش شکایت شه، بی خود و بی جهت یک عالمه فوش خواهر و مادر این وسط داده شه، اون بیادبیه، نه یک فوشی که ببخشید میشه من داشتم ریحانه میخواست چیزی در موضوع حرفای شما بگم. خواهش می‌کنم ریحانه خانم ببخشید من آره من ببین خیلی بدم میاد که تو حرفم بپره، میفهمم ممکن عصبی هم بشی، من رو ببخش واقعا، ولی اجازه بدین من ادامه گستاخی‌های این مدتم، من که همه حرفا خودم به خودم میزنم، میگم هر چی میگین بگین اوکی. اجازه بدین من اینجا الان 3000 نفر اینجان و تنم داره میلرزه، میخوام یه خاطره ای رو تعریف کنم خیلی کوتاه. آقای آهنگرا، من چرا باید بدونم خانوم شما سردی مجازی داره، سردی مزاجه؟ چرا باید شما تو جلسه کاری من همچین حرفی رو بزنید؟ حرفای امیر تتلو با این حرف من ثابت شد، من دیگه چیزی نمیخوام بشنوم و فقط دلم میخواست حرفی که باید میزنم بزنم. دروغه. چجوری میخوای ثابت کنی دروغه؟ چجوری میخوای ثابت کنی نگفتی خانم پارسا اینجا دادگاه نیستش که منم قاضی نیستم خانم پارسا. خب عرضم بود آقای رستگاری 2 دقیقه صحبت میکنید چون چند بارم من دیدم شرکت کردن. چی اجازه بدیم آقای رستگار صحبت کنید؟ ما صحبت کردیم. منتها شما یعنی میگم همیشه تفسیر نظام ما تو کشورمون نه مشکل مدیریتی داریم، نه مشکل منابع داریم، نه مشکل هیچی. ما تو کشورمون مشکل فرکانسی داریم.
ببین هر چیزی باید جای درست قرار بگیره. خانوم ها ذاتاً از آقایون قابل احترامترن، مثل یک الماسی میمونن که باید توی یک صندوقچه‌ای قرار بگیرن. خیلی خانوم ها شکننده ترن و باید بیشتر حواسشون باشه. خب اینو من قبول دارم کاملا و خودم خوانندگی رو برای هیچ خانومی پیشنهاد نمی کنم. منتها ما میتونیم برای خانوم ها بیایم جاهای دیگه ای رو مشخص کنیم. ما نمیتونیم بگیم نه تو نخون، خفه شو، بشین تو خونه فقط بچه داری کن. نه، این کار رو نمیتونیم بکنیم. ولی میتونیم به خانومامون بگیم آقا باشه شما نخون. چرا؟ دلیل چراش هم میگم. به همون دلیلی که یک خانوم یک الماس شکننده تره، فرکانس ها رو میگیره. بدن هر زن جای یک روح مرد رو داره. به خاطر این در اسلام اومده که زنها فقط یک شوهر میتونن داشته باشن. از این تصدو اینا رو گفتی اون دفعه تو اینستاگرام گفتی ریختن بلاکت کردن. حالا گوش بده. به خاطر این اومده. من برام اصلا مهم نیست که کسی منو بلاک کنه. من تمام زندگیمو بلاک شدم، تمام سر تو صورتم رنگ و زخم و سوزنه، تمام تمام پلیس داشتم. من فقط دنبال حقیقتم و دنبال اینم که ملت بدبخت ایران به یک آرامشی برسه. ببینید گوش بدید، هر زن به خاطر ظرافتی که داره بدنش جای یک روحه، یک مرده. به خاطر این در اسلام ماشاءالله اینجا همه سلطان اسلامی، ما کوچیک همتونیم دیگه. این مسائل برای شما دیگه نباید اونقدر بازش کنم. به خاطر همین مسئله اومده گفته که هر زن به خاطر ظرافتش جای یک مرده. حتی زنها وقتی از مردشون جدا میشن اینا یک عده‌ای رو باید بگذرونن که اون مرده از اینا بیاد بیرون، که اینا گنجایش مرد جدید رو داشته باشن و بتونن به هم نریزن. آقای تتلو جمع‌بندی میکنه دیگه. الان این چه بحثی؟ منم همینو موندم دوستان. آقا اصلا چه ربطی داره به این بحث؟ آقای تتلو شما به خاطر اینکه یک کسی کاری باید کرده کل نظام آوردید زیر سوال. این نظام همه شهید داده، این نظام هزینه داده. این که نشد اوضاع که آقای تتلو برادر من. آقای تتلو من شما رو می‌فرستم پایین. عرضم به حضور شما که بحثم منحرف کرده به یه سمت دیگه. بشم فالوور بشم نمیدونم. این مسائل برام مهم نیست. من دیدم 4 ساعت 3 صبح پویان به من مسیج داد، 4 تا آدم بزرگ اونجا، گفتم بیام 4 تا حرف بزنم، 4 تا مشکل جوون مملکت حل بشه. حالا 10 بار به من بیادبی کردن، منو بردن برای دیده شدن، ازم سوء استفاده کردن. اینا فدای سرت، منم میفهمم اینا رو و مرسی که میگی و منم میفهمم اینا رو. الان اصلا این مسائل مهم نیست. مهم از کی سوء استفاده شده یا مهم که کی مقصره. اصلا مهم اینا نیست. مشکل مملکت ما این نیست. مشکل مملکت ما اینه که ما باید دیگه از کسی سوء استفاده نکنیم. ما باید دیگه نذاریم جوونی انقدر که عرصه براش تنگ بشه خب که بیاد این کارو بکنه، بیاد بنزین بریزه به خودش، اعتقاداتش، مملکتش. به قول خودشون شهدامون مگه مهم نیستن؟ باید به خاطر اونا هم که شده نباید یه کاری کنیم که یک دختر جوون بیاد این کارو بکنه. بحث من اینه. از اون برگشتم دلیلش هم گفتم ما نمیتونیم خانوم ها رو انقدر تنگ بکنیم، بگیم شما نمیتونید بخونید. شما منظورم این که انقدر اثر رو بهشون تنگ کنیم. نمیتونید بخونید، نمیتونید کار هنری بکنید. هر جا میگیم گیزبازی در بیاریم، هی ازشون چیز بخوایم، هی به مسائل جنسی ازشون نگاه بکنیم. بعد از این بگیم آقا چرا فرار کردی، چرا کشف حجاب کردی. آقا بیا عرصه رو باز کن. از این اومدم گفتم من میفهمم اسلامو که بله بدن زن ظریفه، این باید تو حجاب باشه. شما خوانندگی رو قبول نداری. میخواستم برسم به این جا که اوکی منم با تو هم نظرم، پس بیا اینو بگو چرا حذفش می‌کنی، بیا اینو بذار نوازنده که آسیب کمتری. اصلا دیگه نذاش من حرف بزنم. گفت چرا ربطی داره این اصلا به اون. میدونی ما رو باز کردن پایین. حالا بحث من اون بحثی که اونجا میخوام بگم میخوام اینجا کامل کنم. بله حرف اونا رو من میفهمم. اسلام زن مهمه، باید چه میدونم روح یک مرد توش باشه، چه میدونم به هم میریزه. اوکی خواننده نباید باشه، صداش تحریک انگیزه، اوکی باشه، ولی این زن خواننده نباشه. نبایدم فقط کهنه شور باشه. این میتونه یه پیانیست خوب باشه.
میتونه یه ساکسیفونیست خوب باشه، میتونه یه گیتاریست خوب باشه، میتونه یه تنظیم کننده خوب باشه، میتونه یه شاعر خوب باشه. دیگه شاعر رو که یارو نمیاد ببینه زنه یا مرد آی من تحریک شم. میدونی چی میگم؟ من دارم میگم شما عرصه رو انقدر برای خانم تنگ کردی که این یا باید فاحشه شه یا باید توی اتاقش کونه بچه بشوره. خب 99.9 آدمای دنیا با علم امروز، با امکانات امروز، با تبلیغات امروز 99% فاحشگی رو انتخاب میکنن. عزیز من